دوستان سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. به کانال من، کانال دوستداران ماشین خوش اومدید. مهدی هستم و اومدم در مورد این تریلی هایی که اینجا میبینید براتون صحبت کنم و توضیح بدم چرا اینجا صف بستن و قرار چه کاری رو انجام بدن. احتمالاً تا به حال تو جاده ای که از این تریلی ها به چشمتون خورده که وظیفه حمل خودروهای صفر رو از کارخانه های ماشین ساز به نمایندگی های شهرهای مختلف بر عهده دارن. اما دوستان، این ماشین هایی که اینجا میبینید قضیهشون فرق داره. اگه تا آخر این ویدیو همراه من باشید قطعا تعجب میکنید، پشماتون میرزه. کشورهای اروپایی مثل انگلیس، آلمان، فرانسه و سوئد و همچنین کشور ایالات متحده آمریکا خودروهای کار کرده و صفرشون رو که میخوان به دست کشورهای شمال شرق آسیا مثل کشورهای تاجیکستان، ترکمنستان، قرقیزستان و افغانستان و سایر کشورهای شرقی برسونن، به یک راه تقریبا کوتاه‌تر و کم خطرتری نیاز دارن که اون راه کلیدی از کشور ما ایرانه که به واسطه گری کشور امارات از شهر دبی به وسیله کشتی ها به شهر بندرلنگ ایران منتقل و به وسیله این تریلی های جذابی که تو تصویر میبینید حمل میشه و به دست صاحبانشون میرسه. تا اونجا که من اطلاع دارم همه این داستانی که گفتم به دست شرکت های شخصی انجام میشه و دولت ایران فقط هزینه گمرک و عوارض راه رو از شرکت ها میگیره. دوستان، اگر از این ویدیو خوشتون اومد حتما منو سابسکرایب کنین، چون قراره واسهتون از داخل گمرک خودروهای لوکس که از دبی به اینجا میاد واسهتون ویدیو بگیرم. لطفا نظراتتون رو برام بنویسید و لایک هم یادتون نره. ممنون که با من همراه بودید.